تو مگه استقلالی نبودی تا همین چند وقت پیش؟ بله استقلالی بودم تا زمانی که میبرد، ولی دیگه الان دیوونه نیستم. هفته هم میخوره دوباره استقلالی بمونم، خیلی راحت تیممو عوض میکنم. ما معمولا آقا اخبار ورزشی رو نمیریم، فوتبالی‌ها رو نمیریم، داریم بررسی میکنیم تو جلسه متن، میگیم آقا ولش کن این خبر رو نریم، مثلا این ابوطالب هم به حال یه چیزی بهش برسه، اونم بتونه یه نونی ببره سر سفره زن و بچه‌ش. تا زمانی که بازی مثلا 3-0 4-0 اینا شده باشه مسئله ورزشیه، ولی این دیگه مسئله ورزشی نیست، این دیگه مسئله سیاسیه، مسئله اجتماعیه، مسئله امنیتی. آقا این مسئله آقا شورای عالی امنیت ملی باید ورود کنه به این قضیه. تمامیت ارضی کشور به نظر من دیگه از گل ششم به بعد داشت به خطر میافتاد. تو فکر کن رکورد قبلی دست خودت 6 تا خوردی از امارات، بازم الانم 7 تا خوردی. به خدا رندوم از 10 تا استقلالی پرس حاضری وضع زندگی از اینی که الان هست بدتر شه ولی این اتفاق نیفتاده بود؟ بگو حاضری تو دلار مثلا به جای 100 تومن بشه 150 تومن ولی حرفی بشه 4-1 بشه 200 تومن ولی مساوی کرده باشی؟ به خدا قبول میکنه. بگو حاضری 2 تا تحریم اضافه شه ولی این بازی برگزار نمیشد. بگو حاضری به جای 2 ساعت برقتون 4 ساعت بره، یه دونه گلای اونا کم شه، به خدا از 10 نفر 9 نفر میگن آره.